تعریف نیاز فقدان مطلوبیت. نیاز چیه و چه ربطی به فروش داره؟ نیاز پیش زمینه فروشه، یعنی ما باید نیاز مخاطب هدف رو بشناسیم تا بتونیم بفروشیم. حالا تعریف نیاز چیه؟ تعریف نیاز فقدان مطلوبیته. یعنی شما توی نقطه قرار داری، نقطه A، و میخوای بری به نقطه B. نقطه A داره اذیتت میکنه، نقطه B نقطه مطلوبته، این وسط رنجه. به این فاصله میگن نیاز. حالا ما چطوری میتونیم با رفع نیاز به فروش برسیم؟ یک مثال توی صنعت املاک میخوام بزنم، املاک صنعتی. الان متاسفانه شرکای صنعتی برق ندارن و افرادی که دارن توی شرکت صنعتی کار میکنن بی برقی داره اذیتشون میکنه. عمدتاً با ما تماس میگیرن، میگن فایل میخوایم 2000 متر، 5000 متر، حالا متراژهای مختلف، درخواست مختلف، نیازهای مختلف. شما دیگه نباید بیای توی همون شرک فایل با قیمت پایینتر ارائه بدی بهش، چون مشکلش نیازش دیگه قیمت نیست، یک جایی که برق داشته باشه. شما باید یک فایل مناسب و نزدیک خارج از شرکت صنعتی براش پیدا کنی، اون نیازه رو میشناسی، به فروش میرسی.